تو مسیر بازگشت به تهران از تونل رد شدیم. پر بودم از حرف و کلکی، خودکارم رو صفحه پلکید، نوشتم خوندم صحنه ترکید، گوش دادی به رپ و درد دل کی؟ یا همون که در حقیقت رو باز کرد، حسش کنن همه عمیقن این روزا که بلا نسبت همه دریدن، کراوات‌ها رو فروختن و غم خریدن. من شروع کردم از 12 سال پیش که تصمیم گرفتم وایستم پای خیش، دیدم 20 سال گذشت باز تنهام و هیچ کسی نبود بگه یا حرفاتو میشنوم، و هر کسی که خواست حرفای نیشدار به من زد فقط فاز بد داد و پیچ خورد، رفت تو عمق خواستنهای خیش. اون لحظه بود که منم یافتم راه پیش، در پیچ رپ و به تدریج به من گفت که بیا گذشته ها تو از ریشه حل کن، رپ کن خودت رو غرق سرگیجه نکن، هنوز کلی راه بلند در پیش در کن، با فریاد کر میشه ناتو، هرچند که دست اونا هم میشه آتو، راه تین دیگه اندیشه با تو، نیاز تو به رپ نیاز درویش به یاهوز، سنگ کسی رو به سینه نزدم، کلی باشه های بکرونام زیر دستم که حتی قوی تر از تیر اسلحه‌ام، شاید بی خیالم ولی همه زیر نظرم. من هرچی که نوشتم حسم بود خوب، رفتم بالا قسمت بود شد، گفتم بد شدم نصفم خوب شد، یه کمی اسفند دور کن. این باغ سرسبز عمیقا پر از کبیره، کشور پر از هنرمند هنر فقیره، امید که آرتیست به قدری پول دارشه که واسه هنر از کسی کمک نگیره، به شرط اوله ولی پولم دخیله، هرچند که وضعیت کلم بخیمه، هنر حمایت میخواد دولت بخیله، زمین خالی ولی رو نیمکت پر از ذخیره، تو خیال هدفت حقیقت فاز بدی میاره طرفت، تو خیال زیر پاد نمیشه جا نفت، برگرد زمین رو اب نمیشه راه رفت، نتیجه شواهد چیست؟ فقط دست شرایط نیست، فرق سبک سلیقه ها یعنی جنگ قبیله ها، یعنی ترک رفیق بشینی ترک غریبه ها، تا پول داری میفهمن وقتی نداری میگن که بی مصرفه، این آدم ها یه بهشون حال بدی با وزن جیبات تو رو میسنجنه، تو که نمیفهمی ولی میگردنت، پاش برسه به صندلی میبندنت، کی محرمه واسه تو کی مرهمه؟ هیچ کی، منم میفهممه، نگو من بیاشو بل بکن و مثبتاشو ببین، کار من شب تا صبح تلاش یه ریز که بخونم بلکه مبتلاش یکی، قافیه معمولیه محتواشو بگی. خودکارم نوشته سر خود مشروبیت فربود عرش و در کنتش چاکره